سلام به تک تک شما، به تک تک شما که زخمی شدید، به تک تک شما که گوله خوردید، به تک تک شمایی که به جای همه مردم سپر سینه کردید و به طرف مرگ رفتید و در این لحظه یه جای مابین درد و مرگ قرار گرفتید، جایی که بدنتون زخمیه، روحتون خسته است و درد و غم شما را فرا گرفته، ولی دلتون شاد باشه. خداوند میاد که از شما استفاده کنه و این نیرویی که خداوند به شما داده، من ایمان دارم که این نیرو به همه ما ایرانی ها قوت میده. خداوند دردها، مریضیها و زخمهای بدن شما را شفا بده، زخمهای قلبتون را شفا بده و به نام عیسی مسیح میخوام که قوت و قدرتی عجیب در بدنها ریخته بشه و سلامتی بیاد و به نام عیسی معجزات در بین تک تک شما انجام بشه، معجزه‌ای که زخمهای بدنتون را شفا بده و سلامتی بر شما ریخته بشه. آمین. که خداوند روزی که درها را باز میکنه ملاقاتی باشه برای تک تک ما که همدیگر را ببینیم. به نام عیسی مسیح براتون دعا کردم. آمین.